سلام. یکی از مهمترین مسائلی که میخوایم امروز خدمتتون یک کوتاه با هم صحبت کنیم مسئله اعتماد کردن افراد به همدیگه است. این اعتماد کردن توی روابط پارتنرها، همسران و کسایی که با هم ارتباط دارن به نوعی این مقدار خاص‌تره و البته از اهمیت خاصی برخورداره. ببینید، ما وقتی میخوایم به یه نفر اعتماد بکنیم اول باید بدونیم آیا اون آدم مواردی رو که باعث جلب اعتماد ما شده داشته یا نه. بعد بهش بگیم باید اعتماد داریم. همینطوری به طرف نگید اعتماد دارید. وقتی میاد باهاتون وارد ارتباط میشه میبینید که نه آقا اون چیزهایی که شما میخواید رو نداره و شما بهش بی‌اعتماد هستید. حالا اعتماد یعنی چی؟ اعتماد یعنی این که من به صداقت، درستی و راستی آزمایی حرفایی که میزنه و کارهایی که میکنه مطمئن هستم. یعنی وقتی داره میگه من میرم سر کار، داره میره سر کار. من میدونم داره میره سر کار. اگر من مطمئن نیستم اون میره سر کار و یا اینکه طی مسیر تا کار چه اتفاقی براش میفته، نمیتونم بهش بگم اعتماد دارم. حالا این اعتماد کی باید به هم بخوره؟ شما نمیتونین صرف این که از یه موضوعی خودتون ناراحت هستین اعتمادتون رو از روی اون آدم بردارین و اون آدم برای شما غیر قابل اعتماد اعلام بشه. چرا؟ چون ممکنه حساسیت شما روی اون مسئله زیاد باشه یا اینکه اون مسئله اصلا مسئله مهمی نباشه. برای اینکه متوجه بشیم کجا باید به پارتنرمون، به دوستمون، به همسرمون، حتی به اعضای خانوادهمون باید بی‌اعتماد بشیم، اول باید بدونیم معنی اعتماد یعنی چی. اعتماد یعنی من مطمئن هستم تمام یا حداقل اغلب کارهایی که تو داری می‌کنی از نظر من کارهای مناسب، بجا، به موقع و درستیه که هم من تایید کردم هم جامعه. اینو خدمتتون دارم میگم که دنبال بهانه برای اینکه به طرف بی‌اعتماد بشین، روابطتون رو به هم بزنید و یا اینکه بخواید اصلا خدمت شما از اون آدم جدا بشین و یه فاکتور خاصی تو نظرتون باشه که براتون موجه باشه نباشین. اگه قراره اون آدم بی‌اعتماد باشه و یا بهش اعتماد داشته باشین یا اصلا اعتماد نداشته باشین، همون روزهای اول ارتباط و آشنایی باید اینو توی اون آدم آزمون کرده باشین و بهش دست داشته باشین. اگه قراره ما نسبت به یه آدمی بی‌اعتماد بشیم یا اینکه اعتمادمون کمتر بشه، اول باید ببینیم آیا واقعا اون فاکتورهایی که از نظر ما و از نظر جامعه اعتماد هستن زیر سوال رفته یا نه. گاهی وقتا ما دنبال یک بهانه میگردیم. حالا این بهانه ممکنه به خاطر این باشه که طرف خیلی دوست داریم، ما خیلی حساس هستیم یا می‌خوایم جلب توجه کنیم و مواردی از این قبیل. مطمئن باشین آیا اون فاکتورها زیر سوال رفته، بعد برین سراغ قاعده بی‌اعتمادی و برچسب بی‌اعتمادی زدن. چون اگر این برچسب به کسی زده بشه از طرف کسی، برداشتن این لیبل از روی آدم و درست کردن شرایط به شرایط قبل بسیار سخت و تا حدودی غیر ممکنه.